الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. إلا ما علمتنا لا فهم لنا إلا سروران گرامی، حضار ارزشمند، برادران بزرگوار، خواهران محترم، از بیانات قرآنی و درس قرآنی مولانا عبدالرحمن حفظه الله استفاده کردیم. الله عزوجل توفیق عمل به کلام الله مجید عنایت بفرماید. تا دقایق مختصری که تا اذان و ورود حضرت شیخ الاسلام حفظه الله داریم، در رابطه با آیه‌ای که سوره مبارکه آل عمران تلاوت گردید به صورت مختصر عرض میکنم. الله عزوجل توفیق بده اونچه که حق هست و اونچه که خیر هست و به همه ما توفیق عمل عنایت بفرماید. عزیزان، در آستانه ماه بهار هستیم، اما نه بهار طبیعت بلکه بهار ایمان. ربیع الاول، ربیع اصلا معنایش یعنی بهار، بهار اول. این ماه بهار ایمان هست، ماهی هست که در این ماه سردار هر دو جهان، سید اولاد آدم، امام انبیاء و کسی که الله عزوجل ایشون را خاص آفریده بود، حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این ماه متولد شدند. در این ماه آن حضرت صلی الله علیه و سلم متولد شدند و بر اساس روایات صحیح که از اهل سنت، بر اساس روایت اهل سنت هست، در همین ماه هم وفات آن حضرت صلی الله علیه و سلم است. هم ماه ربیع الاول ماه ولادت هست، 12 ربیع الاول طبق بیشتر روایت ها، یا 9 ربیع الاول یا 17 ربیع الاول، و در همین ماه وفات آن حضرت صلی الله علیه و سلم. بسیاری معتقدند همین 12 وفات هم هست و بعضی میگن 9 هست. و با میلاد آن حضرت صلی الله علیه و سلم، با تولد آن حضرت صلی الله علیه و سلم، در دنیا الله عزوجل تحول آورد، در دنیا انقلاب آمد، در دنیا دگرگونی آمد. چهره دنیا کم کم شروع به عوض شدن شد.
گرچه فرصت نیست در رابطه با همه ابعاد سیرت آن حضرت صلی الله علیه و سلم و حیات طیبه رسول الله صلی الله علیه و سلم سخن بگوییم و صحبت بکنیم و شاید زبان الکن ما، زبان ضعیف ما هم این توانایی را داشته نباشد، اما اون چی که بنده میخواهم عرض بکنم در پرتو آیات الهی، آیات کلام الله مجید که الله عز و جل به چه زیبایی از سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم و از اینکه ایشون الگو هست، ایشون نمونه عملی هست، ایشون اسوه حسنه هست، ایشون برای ما یکی از بهترین و زیباترین الگوها هست، الله تعالی در کلام خودش یاد می‌فرماید و ایشون را رحمت للعالمین، رحمت برای همه عالمیان، ذاتی که ایشون را آفریده، ذاتی که ایشون را خلق کرده، ذاتی که ایشون را مبعوث فرموده، اون ذات در رابطه با رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین و انک لعلی خلق عظیم لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. لذا دعا بفرمایید که الله عز و جل به من و شما توفیق بده که واقعا در زندگی خودمون رسول الله را همان گونه که آیه فرموده اسوه و الگو قرار بدیم. عزیزان فقط هدف تعریف و تمجید نباشد، هدف یک رسمی نباشد که در ماه ربیع الاول معمولا محفل میگیرند و رسول الله را تعریف و تمجید میکنند، سرود میخوانند، آواز میخوانند و سیرت آن حضرت بیان میکنند، اما در اعمال ما هیچ تفاوتی و هیچ تأثیری نمیاد، اخلاق ما بهتر نمیشه، تجارت ما بهتر نمیشه، برخورد ما بهتر نمیشه، عبادات ما بهتر نمیشه، سیاست و حکومت بهتر نمیشه اگر بنا باشه که هیچ چیزی تغییر نکند، اگر بنا باشه که در زندگی های ما تحول نیاید، پس تعریف کردن اینها شاید زیاد فایده نباشد، گرچه خالی از اجر و مفت پیش پروردگار نیست. لذا ما نیت بکنیم و اراده بکنیم که سیرت آن حضرت صلی الله علیه و سلم را و زندگی آن حضرت را، اخلاق آن حضرت را، برنامه ها و هدایات آن حضرت را در واقع سرلوحه زندگی قرار بدیم، الگو قرار بدیم، بر اونها عامل باشیم، بر اونها پایبند باشیم و دار و مدار محبت الهی، مغفرت الهی و رحمت الهی بر همین است. خدای عز و جل در همین آیه که در سوره مبارکه آل عمران است تلاوت کردم، خداوند سه چیز را موکول کرده. یکی محبت خودش را می فرماید من با شما محبت می کنم و شما را دوست می دارم، و یکی مغفرت خودش را شما را می بخشم، و سوم رحمت خودش را شما را مورد رحمت قرار می دهم در صورتی که شما متبع راستین و پیرو راستین برای رسول من باشید. قل ان کنتم تحبون الله، اگر خدا را شما دوست دارید فاتبعونی، من محمد صلی الله علیه و سلم را اتباع بکنید، پیرو باشید، پیرو من باشید، مقلد کامل من باشید، کاملا در مسیر من قرار بگیرید. اگر شما این کار را کردید چی میشه؟ نتیجهش، اثرش، ثمرش یحببکم الله، الله شما را دوست می‌دارد، محبوب خدا میشید. پس خداوند عز و جل در صورتی ما را دوست می‌دارد، با ما محبت می‌فرماید که ما متبع رسولش باشیم، ما پیرو رسولش باشیم. امروز مردم متاسفانه در دنیا برای خودشون الگوهای دیگری دارند، بالخصوص گلایه از بعضی از جوانها که نمیفهمند زیاد، شخصیت‌های دیگری را به عنوان الگو انتخاب می‌کنند.
بسیاری هستند که شخصیت های هنری را، شخصیت های ورزشی را، شخصیت های سیاسی را، بازیگران را، هنرمندان را به عنوان الگوی زندگی خودشون، ظاهرشون را، لباسشون را، مدلشون را، رفتارشون را به همون سبک در میارند، در حالی که این شیوه مسلمانی نیست. اخلاق، ظاهر، باطن، اعمال، عبادات، تجارت، سیاست، همه شؤون زندگی، نشست و برخاست، رسم و رسوم، همه ما باید طبق زندگی این الگویی که قرآن معرفی می‌فرماید. فاتبعونی معنیش همینه. اگر میخواهیم محبوب خدا باشیم، اگر میخواهیم خدا ما را دوست داشته باشد، الگوی ما رسول الله صلی الله علیه وسلم باشد، نه اینکه در خونه، در اتاق خصوصی جوان ما فلان هنرمند، فلان بازیگر، فلان ورزشکار عکسش زده و اون الگویش هست، او را دوست دارد، سعی میکنه مثل اون لباس بپوشد، سعی میکنه مثل اون بالاخره خودش را در بیاره، حتی حرکات خودش را. ما مسلمانیم و ما از ربمون دستوراتی داریم. پس یحببکم الله، خدا شما را دوست می‌دارد. یک. دوم و یغفر لکم، مغفرت هم بر همین بستگی دارد. اگر می‌خواهید که مورد مغفرت الله قرار بگیرید، اون وقت این شخصیت عظیم را، این انسان بزرگ را شما به عنوان الگو قرار بدهید. والله غفور رحیم، در کلمه غفور اشاره به مغفرت است و در کلمه رحیم اشاره به رحمت است. رحمت خدا هم بر شما نازل میشه و میبارد. لذا عزیزان، آن حضرت صلی الله علیه و سلم را ما عرض کردم که به چه عنوان الگو قرار بدیم. شاید هیچ وقتی فرصت نشه که ما به همه ابعاد زندگی حضرت رسول صلی الله علیه و سلم بپردازیم، به دلیل اینکه سبحان الله به قول مولانا رومی بالاخره چند من مثنوی میخواهد و چندین کتاب میخواهد که به آن حضرت، به سیرت آن حضرت، سیرت نویسان از بدو، از ابتدا تا به امروز هرچه می‌نویسند هنوز کمه. هرچه ابعاد مختلف زندگی آن حضرت صلی الله علیه و سلم را مورد بررسی قرار میدهند، هنوز می‌بینیم کمه. الله عزوجل این یکی از در واقع بگیم که عجائب خلق پروردگار است که این انسان را چنین کامل آفریده. انسانی که خلاصه سیرت تمام انبیاء الهی هست. هر چی زیبایی ها در انبیاء دیگر هست. اگر در انبیاء ولوله توحید هست، شجاعت هست، عفت هست، پاکی هست، ریاضت هست، زهد و قناعت هست، تقوا هست، رضا هست، همین در رسول الله صلی الله علیه و سلم خلاصه شده. به قول شاعر حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری، شیوه و شکل و شمائل، حرکات و سکنات، آنچه خوبان همه دارند و تو تنها داری. اگر در ابراهیم علیه السلام ولوله توحید است، اگر در موسی علیه السلام کوشش و سعی و تلاش است، اگر در هارون علیه السلام رفاقت و همراهی هست، اگر در یعقوب علیه السلام تسلیم و رضا هست، اگر در یوسف پاکی و عفت و زیبایی ظاهری و باطنی هست، اگر در عیسی علیه السلام عبادت و زهد است، در زکریا عبادت و گوشه‌نشینی هست، در حضرت یحیی السلام، در همه انبیاء، در ایوب صبر هست، همه اینها در حضرت رسول صلی الله علیه و سلم خلاصه شده. اینجاست که الله عز و جل می فرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. لذا عزیزان، چند بعد را از ابعاد
آن حضرت صلی الله علیه و سلم خدمت شما عرض می کنم. اولا رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان یک انسان، به عنوان یک انسان کامل، از این جهت شما بررسی بفرمایید کدوم انسان میتونه ادعا بکنه در رابطه با زندگیش که هیچ اشکالی تو زندگی من نیست؟ آیا هست کسی از پادشاهان، از فرماندهان، از شعرا، از حکما، از هر قشر علما که بگه زندگی من را از زمان طفولیت تا الان بررسی بکنید آیا لکه‌ای هست که یکی زندگیش بی‌عیب باشه؟ کدوم یکی هست که زندگیش در او اشکالی نباشد؟ اما حضرت رسول صلی الله علیه و سلم این را میفرماید، نه رسول الله، قرآن میفرماید. الله عز و جل به پیامبر محبوبش میفرماید به اینها بگو فقد لبثت فیکم عمرا من قبله، فقد لبثت فیکم عمرا من قبله. ای مردم مکه، ای قریشی ها، ای عرب ها، من یک عمر 40 سال در میان شما بودم، 40 سال در میان شما زندگی کردم به عنوان یک انسان. اون زمان پیامبر نبود. به عنوان یک انسان آیا شما کوچکترین اشکالی در حیات من میبینید؟ کوچکترین اشکالی در زندگی من میبینید؟ افلا تعقلون؟ آیا خرد ندارید؟ آیا درک ندارید؟ آیا یک روز خلاف شنیدید؟ خلاف دیدید؟ آیا یک روز دیدید که من کوچکترین اشکالی داشته باشم؟ بغیر از محمد امین، بغیر از محمد صادق، بغیر از محمد راستگو چیزی بهش نمی گفتن. لذا قبل از نبوت به عنوان انسان حضرت رسول صلی الله علیه و سلم کسی هستند که ادعا می کنند و قرآن در واقع نمیگه که هیچ اشکالی و هیچ ایرادی در حیات آن حضرت صلی الله علیه و سلم و در زندگی آن حضرت صلی الله علیه و سلم نبوده. و بعد از اینکه آن حضرت صلی الله علیه و سلم پا به سن میگذارند و وارد تجارت میشوند به عنوان یک تاجر، ما هم تاجر زیاد داریم تو این دنیای من، به عنوان یک تاجر زندگی آن حضرت صلی الله علیه و سلم را ببینید که در طول سفرهای تجاری آن حضرت که گرچه مختصر هستند، هیچ کسی با آن حضرت صلی الله علیه و سلم یه روزی اختلاف نداشت، یه روزی درگیر نشد، یه روزی کوچکترین مشکلی پیش نیامد. یه صحابی که بعداً ایمان آورد به نام حضرت صائب رضی الله تعالی عنه، صائب آمد و بعد از اینکه شنید رسول الله صلی الله علیه و سلم ادعای پیامبری کرده و پیامبر خدا مبعوث شده، آمد بیعت کرد. بعد از اینکه بیعت کرد بعضی از صحابه از صفات و زیبایی های رسول الله، از مکارم اخلاق رسول الله برایش تعریف کردن، گفتن نیازی نیست، من شریک تجاریشون بودم، من در اون زمان با ایشون همراه بودم در سفرهای شام، یک روزی من ندیدم از ایشون تندخویی، از ایشون برخورد نامناسبی، یک روزی من مشاهده نکردم که ایشون با کسی اختلاف داشته باشند، ایشون در حساب خودشون کوچکترین ایرادی داشته باشند. از اون زمان ما ایشون را به عنوان یک الگو و به عنوان یک انسان خاص می شناختیم. و یک صحابی دیگر به نام قیس بن صائب مخزومی در سنن ابو داود روایت است که ایشون هم چنین کلمات شبیه این کلمات بعد از اینکه ایمان آورد در رابطه با زمان تجارت آن حضرت صلی الله علیه و سلم ذکر کرد. و همین صداقت بود و همین یک رنگی بود و همین از کنم امانت بود که حضرت خدیجه رضی الله عنها که یکی از بهترین زنهای قریش بود و چندین خواستگار داشت، اما زن سرمایدار و مالداری بود، خودش برای آن حضرت صلی الله علیه و سلم پیغام ازدواج و پیغام نکاح فرستاد و هرچه مال و سرمایه داشت بعد از این در اختیار رسول الله گذاشت. چنان تاجری بود
که تمام کسانی که اطراف و پیرامون ایشون بودن از صداقت و امانت ایشون، از درستکاری ایشون دلداده ایشون می شدند. لذا عزیزان اینها قبل از اسلام به عنوان یک انسان، به عنوان یک تاجر، بعداً به عنوان یک شوهر، بالاخره ماها هم همسر داریم، اما آن حضرت صلی الله علیه و سلم سبحان الله وقتی که انسان فقط از همین یک بعد نگاه میکنه میبینه این انسان با همه انسان ها فرق داره، متمایزه، تفاوت داره. وقتی که با خدیجه رضی الله تعالی عنها ازدواج کرد، رسول الله 25 سال داشت، خدیجه 40 سال داشت. امروز خیلی از یاوه‌گوی‌ها میگویند که آن حضرت ازدواج‌های زیادی کرد، غافل از این که این ازدواج‌ها را در چه شرایطی انجام داد و در چه سنی انجام داد. تا زمانی که خدیجه در خانه‌اش بود 25 سال زندگی با خدیجه آن حضرت صلی الله علیه وسلم ازدواج نکرد. آن حضرت صلی الله علیه وسلم وقتی که خدیجه وفات کرد آن حضرت 50 ساله بود، تا 50 سالگی ازدواج نکرد و بعد از این چنان وفایی داشت، چنان تعهدی نسبت به خدیجه داشت که آن حضرت صلی الله علیه و سلم ام المؤمنین عایشه میگه همیشه وقتی که از خدیجه یاد میکرد ما ندیده بودیم خدیجه را، اما ما رشکمون غطیمون میآمد که چقدر این با خدیجه دلدادگی و محبت داره، چقدر خدیجه را دوست داره. یه روزی خواهر خدیجه به نام حضرت حاله رضی الله تعالی عنها تشریف آورد و وقتی که ایشون آمد آن حضرت فقط صداش را شنید، گفت صدا شبیه خدیجه است، نکنه خواهرش باشه. بلند شد و رفت و اشکای آن حضرت صلی الله علیه و سلم جاری شد و همیشه دستور میداد غذایی که پخته میشد، بالخصوص گوشتی در خانه، میفرمود آبهایش را و شوربایش را به اصطلاح خورشش را بیشتر بکنید، به اون همنشینان و همسایگان خدیجه رضی الله عنها میفرستاد. و بعد وقتی که ازواج دیگر را، ازواج مطهرات را بنابر حکمت هایی که بعد از 50 سالگی که همه بیوه بودن غیر از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها و همه سن بالا بودند، آن حضرت صلی الله علیه وسلم ازدواج کرد. چنان بین اینها در حالی که خیلی چیزها وظیفه هم حضرت نیست، در قرآن هم هست ترجی من تشاء منهن و توفی الیک من تشاء، هر کدوم را میخواهی کنارت نگه دار و پیش او شب باش و هر کدوم را میخواهی نباش. یعنی این تقسیمی که بقیه ما موظف هستیم و مکلف هستیم رسول الله نبود، اما آن حضرت چنان رعایت می‌فرمود که اگر حضرت ام المؤمنین عایشه می‌فرمود، در حالی که عایشه محبوب ترین بود، عایشه را خیلی دوست داشت، چون که محبت و دوست داشتن این چیز غیر اختیاری هست، اما عایشه می‌فرماید که آن حضرت صلی الله علیه وسلم وقتی برای ما چیزی خریداری میکرد، ما کان لاحدانا الا ثوب واحد، برای هر یک از ما وقتی لباس میخرید لباس ما یک جور بود، لباس یکی بهتر از لباس دیگری نبود، لباس بعضی از لباس بعضی دیگر با ارزشتر نبود، همه یکسان بود، همه مثل هم بود. و وقتی که به سفر میرفت آن حضرت صلی الله علیه وسلم، در حالی که در سفر لازم نیست که حتما بین زنها تقسیم بشه، اما اذا اراد سفرا اقرع بین نسائه، وقتی که سفری تشریف میبردن بین زنها قرعه کشی میکردن، قراندازی میکردن و به ماها توصیه فرمودن که خیرکم لاهل خیارکم لنسائه، بهترین شما اونها هستن که نسبت به همسران خودتون مروتی داشته باشند، برخورد خوبی داشته باشند، اخلاق خوبی داشته باشند. اینها در واقع تمام در سیرت آن حضرت صلی الله علیه و سلم هست. و به عنوان پدر، گرچه وقت تمام شده، من یکی دو تا نکته عرض میکنم که همونطور که ابتدا عرض کردم موضوع بسیار طولانی است، انشاءالله در طول این ماه علما بیان میکنند، اما بنده عرض کردم ما به این نیت گوش کنیم که ما عمل کنیم، الگوی خودمون قرار بدیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرزندان خودشون را فوق العاده دوست داشتند،
فرزندان آن حضرت که گرچه 2 فرزند پسر از خدیجه و بعضی میگن 3 عبدالله و عرض کنم که قاسم از حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنه و ابراهیم از ماریا رضی الله عنها و 4 دختر که در رابطه با این 4 دختر اختلافی نیست. اما آن حضرت صلی الله علیه و سلم ضمن این که محبت فوق العاده داشتن، در احادیث مختلفی محبت را ما احساس میکنیم. گاهی نوها را امامه رضی الله عنها که دختر زینب بود، آن حضرت وقتی که نماز میخواندند بر دوش آن حضرت بودند. جای تأسف است به طلاب هم در درس صحیح مسلم همین هفته عرض کردیم که نسبت به بقیه نوهای آن حضرت زیاد گفته میشه، نسبت به بعضی از نواها مثل امامه که رسول الله محبت فوق العاده داشتن کمتر گفته میشه. وقتی که رسول الله به نماز بودن ایشون بر پشت آن حضرت بود، وقتی به سجده میرفتن ایشون را کنار میگذاشت. یه روزی بسیاری بعضی از هدایا را پیش آن حضرت آوردن، یک گردنبند ارزشمندی بود، امامه را صدا کردن و این گردنبند را به گردن امامه دادند. حضرت زینب که یکی از دخترهای دوست داشتنی آن حضرت صلی الله علیه و سلم بودند، در اون زمان زینب در خانه ابوالعاص بود و اونجا مشخص میشه که آن حضرت صلی الله علیه وسلم چقدر محبت داشتن. حضرت رقیه در نکاح حضرت عثمان بود، همون زمان دستور دادن که هجرت کنند به خاطر دین به حبشه بروند. حبشه رفتن، وقتی که تا مدتی خبری نبود ازشون، کسی آمد خبر داد که عثمان و حضرت رقیه را دیده. آن حضرت چنان خرسان شدن که خبر سلامتیشون آمد و آن حضرت صلی الله علیه وسلم به خاطر دین و به خاطر خدای عزوجل با وجود این محبتی که داشتن اما بیشتر به فکر دین فرزندان بودن. یه روزی رفتن خانه حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها و دیدن که پرده های بسیار منقش و زیبای آویزان هست و دستبندها و نقره‌ای به دست حسنین هست. آن حضرت ناراضی شدند، برگشتند تا اینکه فاطمه الزهرا متوجه شد، چون آن حضرت دوست داشتند که فرزندان ایشون بیشتر دلداده دین باشند، وابسته به خدا باشند و خود زندگی آن حضرت یک زندگی خاصی بود. در قرآن کریم سوره احزاب داریم که وقتی غنایم آمد همه چیز آمد، به صحابه همه چیز دادن، غلام دادن، مال دادن. ازواج مطهرات وقتی که تقاضا کردن رسول الله فرمود نه، من زندگیم باید ویژه باشد. و اینجا این نکته را هم اضافه بکنم که آن حضرت به عنوان یک حاکم همگان را شاد کردند، همگان را خوشحال کردند، به همگان همه چیز دادند، مردم در زندگی مرفهی قرار گرفتند. اون زندگی که ما شنیدیم در اوایل بود، اما بعداً که غنایم آمد همه در رفاه قرار گرفتند. اما زندگی آن حضرت صلی الله علیه و سلم زندگی زاهدانه بود، زندگی خاصی بود. خود آن حضرت صلی الله علیه و سلم 2 روز متوالی شکمشون سیر نشدند. آن حضرت صلی الله علیه و سلم برای خودشون فکر نکردن، برای خودشون جمع نکردن، برای اهل بیتشون حتی نپسندیدن، برای اهل بیتشون چیزی به ارث نگذاشتن، برای اهل بیتشون مال باقی نگذاشتن. اما بقیه صحابه سبحان الله وضعشون خوب شد، خلفای راشدین رسول الله صلی الله علیه و سلم. لذا عزیزان این انسان بزرگ، این معلم که اگر معلم اخلاق در بود اخلاق بگیم سبحان الله، آن حضرت چه اخلاقی داشتن؟ در طول زندگی کسی را نزدند، کسی را بد و بیرا نگفتند، دلی را نشکستند، سب و شتم نکردند، لعان نبودند، سباب نبودند. آن حضرت بهترین و زیباترین کلمه را داد. حضرت انس رضی الله تعالی عنه 10 سال خادم آن حضرت صلی الله علیه و سلم بود. میفرماید یک روزی به من کلمه‌ای که تند باشد و دلم را بشکند هم نگفتند. لذا اگر ما به تمام ابعاد زندگی آن حضرت از بعد عبادت، از بعد اخلاق، از بعد تجارت، از بعد معاشرت، رسم و رسوم، آداب زندگی، برخورد با زن و فرزند، تربیت اولاد، همه اینها را اگر ما الگو قرار بدیم، اون وقت
شرایط زندگی ما هم تغییر می کند. ما هم بالاخره از این مشکلات و از این پریشانی و از این بالاخره رنج هایی که امروز امت داره متحمل میشه، ما هم بالاخره بدر خواهیم آمد. الله عزوجل به ما توفیق اتباع بده. من همون جمله اولی و فقط تکرار میکنم که الله عزوجل فرموده 3 چیز مرتب میشه بر اتباع رسول الله. یکی محبت من، یکی مغفرت من، یکی رحمت من. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. اگر ما متبع راستین باشیم یحببکم الله، خدا ما را دوست می‌دارد، خدا با ما محبت میکند و یغفر لكم، خدا ما را میبخشد. والله غفور رحیم، خدا بر ما رحمت میفرستد در صورتی که ما متبع واقعی باشیم. لذا ماه ربیع الاول شروع شده، هم حتما حضرت شیخ ان شاء الله در طول خطبه های این ما بقیه علما درباره سیرت رسول الله صحبت میکنن، ولی من و شما به این نیت بشنویم که تک تک ابعاد زندگی آن حضرت را الگوی زندگی خودمون و اسوه زندگی خودمون قرار بدیم. الله تعالی ما را در این راستا موفق بگرداند. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.